السلام علیکم داملایشین، من مخلصی دائمی از شما خواهش دارم به سوال من روشن. چرا گوشت گاو را خوردن ممکن است و خون آن را حرام گفته نمیخورند؟ خون آن خب و دم مسفوح خدا در قرآن را حرام گفتگی است. دم مسفوح خونی با فشار خونی که فشار قطعی میبره او حرام است. در هر کجا هم که برسه حرام او بینماز میکنه، نجاست است. او خوردن یا میلیون ها در ترکیبش میکروب داره و همین خاطر خدا دانسته ای را حرامش گفتگی است. خون میخواد، خون درنده میخواد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ننویسین، همین میگیم با مینویسیم. خب در حق مادر من دعای کنید که این نعمتی که خدای عالمیان به ما بندگانش نصیب کرده است، این نعمت خدا داد با یک درد مبتلا گردید از خدای مهربان شفای کامل و عاجل نصیب. خداوند جل جلاله مادر این برادری که مکتوب نوشته است شفای کامل و عاجل عطاش کنه به حرمت این روز جمعه و به حرمت این عبادت کنندگان روز جمعه. خدایا به این مادر شفای کامل و عاجل عطا فرماید یا ارحم الراحمین.